عشق تو آغاز و انجامی من است، عشق تو این عامی یزدانی من است. مرگی فرد را چونین آسان مگیر، رفتنی تو رفتنی جانی من است. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. برخوردار نیست شعری من جز هرزه و تکرار نیست، شعری من جز هرزه و تکرار نیست. به نهالی عشق تو در زندگی، باقی عمرم خوش بر و خوش بار نیست. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. گوید از تنهایی من داستان، گوید از تنهایی من داستان. ای یکی بیگرفته جای هزار، ای بهاری سرخ و سبز و ارغوان. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. زندگی جاویدانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. از پایتخت ایران تهران بزرگ استدیوی نواهنگ سلام عرض میکنم به تمام همزبانهایم در سراسر دنیا. خوش آمدین به فصل 4 رقابت نفسگیر نواهنگ. این دومین برنامه از رقابت اصلی مرحله 42 بهترین است که تقدیم نگاه‌های شما عزیزای جان می شود و از شما می خواهیم که حتما تا پایان برنامه در این رقابت در کنار ما باشین. و اما داورهای عزیز سلام عرض می کنم خدمت همگیتان، خوش آمدین و جناب فرقت تشکر به خاطر اجرای زیبایی که در آغاز برنامه داشتین. زنده باشید. زنده باشید. حالتان چطور است؟ چی حال دارین؟ حال خوب است. نخست سلام خود به علاقمندان و دوستداران هنر میرسانم که
فکر میکنم که تنها و تنها صداست که میماند، هنر که میماند. بله. هنر انگیزه ای دارد که من فکر میکنم جز خداوند دیگر همه را میسوزه. از این رو باشد که این زیبایی ها اصلا خاموش نشود. انشالله. و دائما در فضای آرام و آسوده سیاره پروازی باشد. انشالله. سلامت باشین، خوش آمدید. و جناب شاه رسول قاسمی شما چی حال دارین؟ سلامت باشید. پارسال زیاد بر ما میگفتین مرا کمتر آزار بده. من میگفتم خب قبول است. من سلام خدمت شما و خدمت حاضرین در تالار و عزیزایی که ما را همین اکنون از برنامه زیبای نواهنگ میبینن. خوب و خوش و سرحال باشن، انشالله که با ما باشن، ما با ایشان هستیم. سلامت باشین، خوش آمدین شما هم. و جناب جعفری صاحب. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم پروانی و بیننده های عزیزی که در جغرافیای زبان فارسی این برنامه را مشاهده میکنم. خیلی خوش آمدین همگیتان و امیدوار هستم که مثل همیشه قضاوت درست داشته باشین و امشب هم بتوانین دو شرکت کننده برتر را مستقیم وارد مرحله 18 بهترین بکنین. و قانون مسابقه نواهنگ را که میدانین، در مرحله 42 بهترین در هر قسمت 7 تا شرکت کننده ما میآیند برای استیج نواهنگ اجرا میکنن و داورهای ما فقط میتوانند 2 نفرشان مستقیم وارد مرحله 18 بهترین بکنن. 1 نفر مسئولیتش گردن شما بیننده های جان است، ای که در رأی مردمی شرکت کنین و با شرکت کننده هایی که وارد مرحله انتخاب مردمی میشوند شما رأی بتین. و حال هم نوبت این رسیده که برویم برگزیدگان امشب را با چهره هایشان آشنا شویم، ببینیم که کیا هستند که از مرحله راستی آزمایی به این مرحله راه پیدا کردن. به افتخارشان. و اولین اشتراک کننده ما جناب آقای نثار احمد دلاهنگ، گویا حبیبی، مسعود رسولی، فواد عظیمی، شفق سروری، منصور موسوی و در آخر نصیر نصرت. خیلی خوش آمدین همگیتان و آرزو میکنم که وقتی که نوبت اجرایتان میرسه یک اجرای بسیار دلانگیز و زیبا داشته باشین. و داورهای عزیز آماده هستین که این 7 نفر را قضاوت کنین؟ آماده هستین. هیچ گپی سخنی در آغاز برنامه نمانده؟ نداره. گپی نداره. بیاین که از 1 نفرتان گپا مونده بخیر شروع شود. من میگم در همین آغاز همین 7 نفر اینجا استاد هستن، یک توصیه بکنین و امیدوارم که همون توصیه شما رو گوش کنن، حداقل دمی اجرا. برنامه است که برنامه رقابتی است. باید همه‌تان کوشش داشته باشین که خوب اجرای خوب داشته باشین، استیج خوب داشته باشین که ما شما را کتی نمره زیاد بتیم. بسیار عالی. توصیه جناب قاسمی را شنیدید و می رویم به طرف اولین اجرای امشب و ببینیم که چه اتفاقی برشان رخ میده. آیا 3 چراغ آبی را از آن خودشان میکنن یا خیر؟ به افتخار اولین شرکت کننده. روز و شب من شیدا مولا گویم مولا جویم. قبلا هماهنگ نبودی؟ نه هماهنگ نبودیم. چرا آهنگ تغییر کرد؟ شما گوشید به اجرای خودت باشه، سعی کن اون چیزی که نیاز هست او را رعایت بکنی. شدم از یاد تو فرا. جای دیگر خوبتر هنری خوبتر به نمایش میگذاشت. اونجا میخواندیم.
وارد شدن به بخش رأی مردمی یک شرایط داره و شرایطش هم این رقم است که او کسی که ایجا بر ما اجرا میکنه حداقل باید بتواند 2 چراغ آبی را از آن خودش بکنه. اگر اشتراک کننده با 2 چراغ سرخ یا 3 چراغ سرخ روبرو شود به هیچ عنوان اجازه نداره که در بخش رأی مردمی حضور داشته باشه. و داورهای عزیز، در قسمت قبل شما به تمام اشتراک کننده های ما رأی آبی دادین. قبول میتین امشب هم همون کار بکنید که حداقل بتوانند وارد بخش مردمی شوند اگر جزو 2 نفر انتخابی شما نباشند؟ وقت گپ زده نمیتونم، قاسمی رو بگو. فکر کنم داورهای ما میترسن یک وقت کسی رو جگرخون نسازنین. ما نظر به مو اجرایی که دارن خب. که دیگه ما کنماراتشان و آبی و قرمز انشالله که برایشان آماده ساختیم. آماده ساختین. خب آماده هستین بریم طرف اشتراک کننده اول ما و در این لحظه من از آقای نثار احمد دلاهنگ دعوت میکنم که برای استیج نواهنگ تشریف بیاورد. آقای دلاهنگ استیج نواهنگ چشم انتظار شماست. موسیقی رو ما از کوچکی شروع کردیم نزد پدر خود. پدر ما هنرمند هستی و یکی از هنرمندای قدیمیه که در قسمت تار 2 تار هراتی که میگن مینوازن دیگه. بله هستم. بله انشالله دیگه هر چی که خواست خدا باشه و هر که داورا تصمیم بگیرن ما امور قبول داریم. رای داورا رو قبول داریم. آره. حتی اگه شما رو ردم بکنن. اگه ردم بکنن هیچ مسئله نداره. از این ستارهایی که اینجا هستن هر کدوم که باشن برای ما افتخارن. بر سر ما زندگی، بر سر ما زندگی، زندگی برگردنم بار است بیدل چاره چیست، چار باید زیستن، ناچار باید زیستن. بی تو مرگ است ای پری رو بر سر ما زندگی، بر سر ما زندگی. بعد از این هرگز نمیخوام با دنیا زندگی، با دنیا زندگی. بعد از این هرگز نمیخوام با دنیا زندگی، با دنیا زندگی. وصلی عاشق بیچاره دور افتاده است، روزی وصلی عاشق بیچاره دور افتاده است. در قیامت میکند مجنون بلیلی زندگی، بلیلی زندگی. بعد از این هرگز نمیخوام هم با دنیا زندگی، با دنیا زندگی. به تو مرگ است ای پری رو بر سر ما زندگی، سر ما زندگی.
رفت و آن آرام جان از پیشی رویم خون فشان بیروی آن میکنم افسوس بناچار زندگی بناچار زندگی بعد از این هرگز نمیخوام هم به دنیا زندگی به دنیا زندگی نام خدا. استاد جعفری بسیار در خواندن دل‌آهنگ به کجای سفر داشتن، به اندیشه فرو رفتن. غرق شد. من احساس کردم که راحت کردین. واقعا یک سرودی، یک ترانه برای ما هدیه کرد دل‌آهنگ که یک لحظه ما هم فارغ از حیات و از زندگی شدیم و رفتیم به همون دنیای خیالات. بسیار خوب بود. یک همون در گذشته چند هنرمند ما گفتیم که سروده طوری باید پیشکش نمود و پیشنهاد ساخت که همون محزونی شما در سرود هویدا نگردد. موفق باشید. سپاسگزارم. ما به این نظر که در این هوا بودم به دیگه میپولیدم که نثار احمد دل‌آهنگ در برنامه نواهنگ خود چطور سرآهنگ میسازن. سرآهنگ که بین 7 نفر، منظورم از سرآهنگ نیست که خدا بخشی به افتخار سرآهنگم تشکر میکنم. استاد دیگه این مکتب موسیقی که هست دیگه از این بزرگای ما مانده که از استاد سرآهنگ، استاد رحیم بخش، دیگه استاد قاسم، استاد مصطفی خان برای ما هم تا آمده که دیگه پته به پته یا بیخی یک کمپوزیشن های عجایب است که میخوانن، که مینوازن، چی ریتمش، دیگه چی کمپوزش هوا جمع میشه. که دیگه من متوجه بودم جعفری صاحب که از خود رفته بودم شما میپولیدین، من خواهید نبودم. خیلی مزه کردیم، خیلی خدا یافتی دمی آهنگ دیگه با مزه که دیگه اجرا کردی دیگه در اون مزه که من گفتم که در اون مزه برسی و در اون مزه که خودت در جایی که خودت میخوای اونجا برسی. دل‌آهنگ عزیز دوست بسیار قدیمی ما، از هنرمندان بسیار تاپ، حالا تاپ من انگلیسیش نگم، بسیار زبردست در عرصه رباب نوازی هم است. بسیار رباب نواز توانمند است و فکر میکنم که حمید رضا شاگرد ایشان باشه. به افتخارشون دارید. میفهمید چرا من از چرا غافل شدم؟ دقیقا همون چیزی که استاد فرقت و استاد قاسمی گفت، من غرق شدم در خیلی آهنگ، دوست نداشتم که از فضا بیایم بیرون و غافل شدم از این چراغ. وظیفه ما اینجا چراغ زدن دیگه. وقتی تخلص شما دل‌آهنگ است و ارتباط پیدا میکنه با خانواده هنرمند دل‌آهنگ، حتما باید انمیت قوی اجرا باید بکنی. زنده باشید. اولین اجرای امشب را با هم دیدیم و شنیدیم، واقعا هم لذت بردیم و حال هم نوبت میرسه به اشتراک کننده که کوچکترین اشتراک کننده در 4 فصل نواهنگ محسوب می شود. سلام برسه به تمام دوستان عزیز که ما رو تماشا دارن. بنده پویا بیبی هستم، یکی از اشتراک کننده های نواهنگ. من تقریبا 6 سال میشه که به موسیقی رو
نام خدا. خیلی عالی. پویا جان همین آهنگ به خیر انتخاب کردی. بله بله. پویا جان عزیز، تو وقتی بر من گفتی 15 سالت است من کش باور نکردم. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت داوران عزیز و مجری برنامه خانم پروانی و نوازنده های گرانقدر و همچنان حاضرین در تالار. انشالله که جور و صحتمند باشی. سلامت باشی. پویا جان بر من بگو که این جرأتت از کجا می آید؟ خدا دادیسته. خدا دادیسته؟ ما نداریم دیگه هیچ دیگه. حالا بیاین با هم ببینیم که آیا پدرشان درست گفته که خوش صداست یا خیر. همین که تا این مرحله آمدی البته بخشش درست گفته چون داورا تاییدت کردن دیگه. مرحله 42 بهترین است و حال استیج نواهنگ در اختیار پویا جان است. ببینیم که چی رقم بر ما میخوانن. با افتخارشان. از تو نشانه نرسد وای آن دل که بدو از تو نشانه نرسد مرده آن تن که بدو مجده جانه نرسد وای آن دل که سیش قی تو در آتش نرود همچو شانه
بیبی خوب خواندی؟ اگر نظر شما مهم است. قطعا اجرای خوبی بوده که سه چراغ آبی گرفتی. کم و کسری هایی بود، مخصوصا در اوج میرفتی بالا میرفتی، گاهی به سور نمیرسید، باز در آستایی هم بعض جاها سور بالا پایین میشدی. حالا من جدای از اینا یک توصیه دیگه برایت دارم، چون الان شما گفتیم 15 سالتان نه؟ بله. در آستانه 15 سالگی یعنی در آستانه بلوغ اگر با همین شدت از حنجره خود استفاده بکنی در وقتی نرسته به بلوغ حنجره شما خدای ناکرده آسیب میبینه. من توصیه میکنم که از کرچای پایین شروع به خواندن که انشالله که به سن جوانی رسیدید صدای شما به یک پختگی خوبی برسه. بله بله درست. سلامت باشید. پویا عزیز خود تنها آمدی یا هیچ که همراه پدرجانت آمدی؟ همراه پدرجانم. آمدن؟ بله. بسیار پدرجانش کجاست؟ پدرجانش دیگه مایک همجا میتین یا هیچ که بیاین؟ سلام عرض ادب دارم خدمت عرصه داور محترم، همچنان نوازنده های عزیز. دیگه پویا جان گفت که من پدرم در قدم اول تشویق کرده، که دیگه شما تشویق کردید؟ بله بله. خب بسیار خوب. دیگه که شما موسیقی می نوازین می خوانین ان شاء الله؟ بله در خانه‌های افغانای ما همیشه یک دونه هارمونیه هست. خب در بعضی خانه‌ها. بله بله. یک دونه هارمونیه مثلا بوده گاگوداره. یعنی که می خوانی منظورم عزیز ما که دیگه من دیگه جایی بود. نه خودم فقط بعضی وقتا حالا که پویا جان میفهمیم که میخوانه سرانجامشان چقدر فشار میه. ایره خب چند بار ما خودمون گفتیم که مثلا یک ذره کشت پایین‌تر بگی. سلامت باشین. دیگه نام خدا ما دیگه یک شعر بود میگفت که فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کنه نام پدر. نام خدا شما را بین تعداد خیلی هنرمندان صدای شما را انتخاب کردم. بچه جان تو برای من غالبی. از پدرت خواهش همین که راهنمایی کنم. این بعد تنها یک پیشنهاد دارم که با سین و سال خودت سرود انتخاب کن، با معیار صدای خودت موافقه. زنده باشی، موفق باشی. تشکر. اجرا که داوران نظرهایشان دادن در انتره اول یک ذره کم‌ابایی شد. خودت راضی بودی از اجرایت؟ بله. دومین قسمت از مرحله 42 بهترین فصل 4 نواهنگ تقدیم حضورتان می شود و داورهای عزیز اجرای قبلی چقدر چالشی بود که شما حتی پدر مادر رو کشاندین وسط دیگه. ترسیدین برای خودش نظرتان رو بگوین؟ نه دیگه گفتم به خاطر که من برای اولین بار که پدرم که تشویق کرده خب دیگه در خواندن شروع کرده، باز گفتم بانک بیاین یک دفعه پدر جواب بده و یک کرج دو کرج باید از این بود دیگه واسه پخش بخونه. در مکتب وقتی که خطا میکردیم باز والدین ما را میخواستن به اونا میگفتن که اینه تو کنی کت بچه‌تان. اما لحظه می احساس داشتم که شما پدرش خواستین برش بگو اینا بگو دو کرج پایین‌تر بخونه. خب حالا هم نوبت میرسه به اجرای سوم برنامه امشب و ببینیم که آقای فواد عظیمی بر ما چی میکنن. با افتخار فواد عظیمی. چقدر وقت میشه که آهنگ کار میکنی؟ تقریبا 6-7 سال میشه، از کوچیکی، از طفولیت. باید خیلی پرقدرت با انرژی همینطور صدا باز یاله صدا. آماده هستی که اجرای امشب شروع کنی؟ بله. برای چانس خوب میخواییم به افتخارشان.
زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن قدر سر کنید قدر سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید قدر را سر کنید قدر را سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید رسم دورنگی آیین ما نیست یک رنگ و باشد روز و شب من یک رنگ و باشد روز و شب من رسم دورنگی آیین ما نیست یک رنگ و باشد روز و شب من یک رنگ و باشد روز و شب من قدر را سر کنید قدر را سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید شدم از یاد تو فراموش دو راهی بین شد بین ما آغوش دو راهی بین شد بین ما آغوش شدم از یاد تو فراموش دو راهی بین شد بین ما آغوش دو راهی بین شد بین ما آغوش قدر را سر کنید قدر را سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر احساس کنم مطمئنم یک پارچه بسیار ساده و دم دستی انتخاب کردی در مرحله‌ای که همه تلاش میکنن پارچه های با پیچیدگی های خاص و با ظرافت های خاص انتخاب بکنن. شما یک پارچه‌ای که از کارهای احمد ظاهر است و جزء ساده ترین کارهایش هم هست. خواندنش برای هر کس که کم موسیقی هم کار کرده باشه راحته. حالا من تا آخر گوش کردم گفتم شاید شما یا داخل از یک چالشی هم بیارید که نیاوردیم و اون سادگی حتی با که در جاهای هم کمسور و اینا هم شد. باز از بعد از هر پرزه باید بر می داشتین که از پیشتان یک میزان دو میزان می رفت.
ارزک خلاص میشد باید میگرفتین. اینجا با محفل فرق داره. اینجا دیگه یک اجرای شما تصور کنید یک اجرای رسمیه. به خاطر همین من رای سرخ دادم برشون. فواد عزیز ما قدمی اول که شروع کردین دیگه بسته فکر کردیم برای خود میخوانی تو اونجا میخواندی عمر خانبندی بیخی او سعی میکردی یک دوستا عزیزا زحمت کشیده آمده که به خاطر خود دوستای رفیقای شاید از فامیلی دیگه آمده باشه که خود تشویق کنه خود بشنوه که رویه بده چک کنه تو باید که این طرف سعی کنی مگر تو همه جا برای خود سعی کردی دیگه در فکر خود بدی دیگه یک انتره هم چیز خوندی که شدم از یادت تو ای فراموش یک پیش این تو فراموش که پیش زیاد شد شدم از یادت تو فراموش نه اون شدم از یادت تو فراموش نه همون تو کش دادن خود نیست نه ما میخوان البته شدم از یادت تو فراموش دیگه فقط دیگه ما فهمیدم که دیگه آقا جعفری اشتراک میده دیگه به او خاطر این چیزی که هست هر کسی که میخوانه دی که دیستش باید همه گپارا دیگه که دیگه بسید مراد کنه همین که اوسو میخواندی ایسو بخوانی باید که دیگه برای مردم بخوانی دیگه شعر متوجه باشی کمپوز متوجه باشی دیگه که دیگه گپارا که انشالله که دوباره دیستش که آمدین دیگه خواندین بخیر دیگه گپارا دیگه مراد کنی عالی بود ناله ها درد سوز احساسات حسیات فقط در نمودی اول در یکی از نوعهای اوج رو در ما نمود میگن کمی نارسایی صدا بود ناجوری بود دیگر باقی خوب بود اساس که احساس میکنی سروده دیگه ببینیم داوره تصمیم بگیرن درباره اجرای ما بعد داوره قضاوت میکنن دیگه گفتی یک رای سرخ هم داشتی؟ بله دلیل چه برد نگفتن که چرا یک رای سرخ داشتی؟ دلیل این بود که گفتم مثلا این بخش چالشیه تو یک آهنگ ساده انتخاب کردی جایی داره که در همین لحظه یک تشکر ویژه داشته باشیم از گروه موسیقی نواهنگ که واقعا زیبا می نوازند و گروه موسیقی ما تشکیل شده از جناب آقای وکیل احمد هاشمی به همراه پسرشان حمید رضا هاشمی و آقای شهرام حیدری. به افتخارشان یک دست بزنید. و اما من همراه شما کار دارم آقای جعفری، شما اولین چراغ سرخ را دادین. خب برنامه چالشیه دیگه. دقیقاً. پارچه‌ای که فواد جان اجرا کرده، فواد یک آهنگ بسیار ساده بود. بله. خواندنش برای هر کس که اندک موسیقی کار کرده باشه آسان است. بله. احمد ظاهر بسیار آهنگای پیچیده هم داره، میتونه از اونها انتخاب بکنه و رقابت بکنه با کسایی که پارچه‌های پیچیده استفاده میکنن در این برنامه. از هر هفت ما که پرسان کنی زندگی چیست؟ میگه خون دل خوردن. دقیقاً همین جواب آدم میده. خب و حال هم نوبت میرسه که برویم طرف اشتراک کننده بعدی ما و از اونا بخوایم که بر روی استیج نواهنگ تشریف بیاورند و در این لحظه بر ما نصیر نصرت میخوان اجرا کنند. ما تقریبا 12-13 سال میشه که سبک موسیقی پیش میبرم. مولا مولا یک نگاه یا مولا. ماشاءالله فوق‌العاده عالی. نصیر احمد جان عزیز چقدر زیبا میخونن ماشاءالله. قربان شما. همچنین شما هم خیلی مقبول میکنه که یک طرفدار خاص شما من. همچنان ما هم طرفدار شما.
جناب آقای نصیر نصرت، خوش آمدین به استیج نواهنگ. مطرب عشق عجب ساز و نوای دارد، نقش هر پرده که زد راه به جای دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که نواهنگ فرابخش اوای دارد. با عرض ادب خدمت داوران عزیز و همچنین شما و خدمت حاضرین در تالار و بیننده‌های عزیز، دیگه امشب دیگه یک قوالی به خدمت شما دلنمایی اجرا کنم. بسیار عالی. واقعا شنیدن قوالی بر همگی ما بسیار زیبا و گوشنواز است. پس بی صبرانه میشنویم از شما و افتخارشان. مولا علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا بروز و شب من شیدا مولا گویم مولا جویم ای باغ و گلشن و سارا مولا گویم مولا جویم عاجز و پریشانم یک نگاهی یا مولا 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 عاجز و پریشانم یک نگاهی یا مولا 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 آمدم به دربارت یک نگاهی یا مولا 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 یک نگاهی یا مولا عاجز و پریشانم یک نگاهی یا مولا 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 زارو زارو می نالم ز شوقی تو می خانم ز شوقی تو می خانم زارو زارو می نالم ز شوقی تو می خانم سگما ماما 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 گما دا 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 مدنی نی 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 دانی سا 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 سانی دانی دا مدا 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 سا سا گما گما دا مدنی دانیس مدنی دانیس مدنی دانیس سارو سارو می نالا ز شوقی تو می خانم ز شوقی تو می خانم من اسیر دیدارم نگاهی یا مولا 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 من اسیر دیدارم یک نگاهی یا مولا 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 من اسیر دیدارم یک نگاهی یا مولا 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 علی علی مولا علی 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 مولا
علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی با صورت پیوند جهان بود علی بود با نقش زمین بود و زمان بود علی بود شاه که ولی بود وسی بود علی بود سلطان سخا و کرم وجود علی بود علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 عاجز و پریشان نگاه یا مولا 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 عاجز و پریشانم یک نگاه یا مولا 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 ما برو برم بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار زیبا من صحبت شروع کنم استاد فقط اجازه باشه قاسمی صاحب گاهی آدم دچار پیش داوری میشه پیش داوری که از روی ظاهر آدم ها گاهی آدم قضاوت میکنه که این آدم بلد است یا نابلد است نصیر که روز اول من دیدم فکر نمیکردم که تا این اندازه توانمند باشه آمد و اجرا کرد خب دمو لباس ساده ای که پوشیده بود دمو پوشش بسیار و قول دوستان ایرانی دم دستی آمد اجرا کرد واقعا اجرای از او اجراهایی بود که ما را بسیار غافلگیر کرد امشب هم همونطور ما را غافلگیر کردی و من فکر میکنم که یکی از بهترین اجراهایی بود که دمی نواهنگ من شنیدم نصیر جان خان سر تا پا کیف و سر تا پا مزه بود دیگه برات دیگه از خداوند تعالی برات میخوایم که هر باره که میاییم تو چینج و با مزه باشه انشالله به سلامت نصیر هر نغمه که زد را به جای داشت شیر حافظه دقیقا گزارشی خودی ضرب‌ها و احساساتی تو و حساسیت که در درون همون سرود زندگی میکردی و واقعا انتخاب حرفه‌ای ما دوباره را به اندیشه فرو میبره یک نفر استادی ما از جا برخیست و تو را با آغوش گرفت این شهادت از اون است که واقعا هنری تو عالی است واقعا هنری تو بالا سپاس قرار میخوام بردباری زنده باشی ما یک نکته دیگه هم بگم یادم نروه قبل از اینکه بری اینکه به این اندازه تسلط داشتی که هم گروپ را هدایت میکردی و هم از مستمعین غافل نبودی و هم در آهنگ غرق بودی همه اینها از نقاط مثبت اجرای بود سلامت باشی دیگه انشالله کوشش میکنم دیگه ببینیم چی باشه دیگه اجرایی که داشتیم دیگه چی حدس میزنید خدا نمی حدستان چی است شما قبول میشینیم شب چرا من حتی خوش دوست دارم من که حتی فینال برسم با قول ما افغان ها وا چی یک اجرای نصیر نصرت بر روی استیج نواهنگ داشت پیش خود فکر میکردم همون لحظه جناب جعفری که برگ برنده خود در این لحظه بیرون کرد آیا در ادامه چی برای ما میخوانه که بتواند شما را قانع بسازه
بسیار زیبا خواند. چطور بود اجرا؟ قطعا عالی بود. دیدین دیگه. بله واقعا عالی بود و یک نقل از جناب سعیدزاده گرفتم ولی نمیتونم در این لحظه افشا کنم که چی بود. نمرای تانا سیل کردم. برای ما جالب بود. ما در خیبه که دیوستا گروه بنا میزنیم خودش هم میخوایم با هم بزنیم. که دیدیم که استاد دست ما را گرفت. ما در خیبه میریم خود روی سیک میشش دیدیم که جعفری صاحب رفت. ما قرامان بود. بکی خیلی رای آبی دادن جنگ بوده دیگه. واقعا زیبا خواندن. یک تشویق دیگه بکنین نصیر نصرت. و حالا هم نوبت میرسه به اشتراک کننده بعدی ما و باید ببینیم که آیا میتوانه همه قدر استیج نواهنگ بلرزانه یا خیر. میرویم به طرف ای که از مسعود رسولی دعوت کنیم که برای استیج نواهنگ تشریف بیاورند. به افتخارشان. که به تو میگوید خدا خدا هر دم. شما برین که بروی استیج همه تو پرقدرت به خیر اجرا بکنین که داورای عزیز همه تو یک نمره عالی بگیرین. مسعود رسولی خوش آمدید. صدای قلبم را شنو به گوش دل که به تو میگوید خدا خدا هر دم. صدای قلبم را شنو به گوش دل که به تو میگوید خدا خدا هر دم خدا خدا هر دم. رها مکن دل را با دشت تنهایی که بازو می جوید تو را هر دم تو را هر دم. میان گلها نشستم بینم ز دورت ای من میان گلها نشستم بینم جهان نمیارزد به هجری دوری بیا که دل خواهم تو را صدا هر دم تو را صدا هر دم.
با پیش چشمم ستاره ها خندد بمان با من که بمان با من که صدای قلبم را شنو به گوش دل که بازم میگوید خدا خدا هر دم خدا خدا هر دم خدا خدا هر دم خدا خدا هر دم استاد جان شما سرخ دادی اول گپ میزنی؟ شروع خوب شروع کرد سرود یک ترانه انتخابی ترانه هم خوب سلامت باش. اما در همون اوج اول صدا را کنترل آواز از دست داد و فکر میکنم کمی یا نیم پرده پستر میگرفت که بالاها را فکر میکرد که با یگون دائما باید خواننده ذخیره آوازی داشته باشه. در حالتی ناگوار او میتونه از همون ذخیره های مانده استفاده کنه در سرود و در هنر. و بعد از همین اوج اول کمی ناجوری ها پیدا شد زینه به زینه. بله. و به طرفی فکر کردم که شهامت سرود کمی تغییر یافت، کمی گم شد و بعدا خودم احساس کردی که تاثیر روانی دیگر شد. بعدا سخنهایم ضربم احتیاط باید شد. روی صحنه آمده همه چی را فراموش کنین، همه چیزی فشارهای روزگار بالای سری همه هست. باید شما برای خودتان دانین که شما بهترین، شما از دیگرین، یکی از دیگری بهترین. هرچند نادیه پیش از برآمدی نصیر گفت برای تو که تو باید مراقب او باشی، رقیب او باشی، از او باید بکوشی که بهتر باشی. اگر هنرمند آوازخوان بخواهد به هر قله های میرسه، قله ها را فتح میکنه. اگر بخواهی تو اینجا مسابقه است و پخش کردن منم این تگمه قرمزی یا سرخه به خاطر این است که این شکست و ریخت ها فردا تو را در این راه بسیار مستحکم میکنه. دودری عزیز زنده باشی، موفق باشی. سلامت باشم. قربان شما. مسعود عزیز، من از ابتدای نواهنگ که آمدی من کسایی بودی که من روی تو خیلی حساب باز کرده بودم. من فکر میکردم که خوب پیش میری، خصوصا اینکه تجربه اجرایی داشتی و کار محفلی هم انجام میدی، صدای گرمی داری. ولی در این اجرا اون تجربه کمکت نکرد. من در یک اجرای دیگه از دوستان بود، البته چند جای ما دیدم. من از جای دیگه قصه کنم که یک نفر اجرایش پیشش خراب شد ولی چنان هنرمندانه ای را جمع کرد خود همو برای ما، برای استاد امتیاز داشت. اگر میتونستی همونجا یک شکل ادامه بدی یا رویه آهنگ را تغییر بدی و پس برگردی سر جای خودت، قطعا 3 چراغ میگرفتی. یه ذره استرس با ما یه اجازه رو ندید. رسولی عزیز،
روی سه جامعه خوب شروع کردی و خب شو هم داشتی خوب لباس نام خدا هم دیگه هم گپایت صحیح بود به خاطر از اینکه توی از خاندان دیگه نارمند هستی و من نزاکت ها رو میفهمی شکر دیگه مام سر زیاد حساب میکردم که در انتره آواز لرزید دیگه دوستا تشویق کرد که دیگه بخیالم که تشویق یکمه که رفتی دیگه کمه که دوستا خوش شدی و در تشویق خانم پروانی که دیگه تو را ترسان مثلا ما فهمیدم میخواستم بگویم مگم که دیگه رفت که دیگه بیایی حالا باز ما گپ میزنی کدش خب که دیگه ای کاش که دیگه چیزی دل ما بود ما که دیگه توقع داشتیم که دیگه چیزی میخوانی خیلی به خاطر از اینکه که دیگه صبح دلت نغلطم یک سر خوب است خوابی بیتون برد لیکن درای بخیر بیایی بس در کادرشان به چیز بیام داورا بر ما گفتن که او لحظه‌ای که تو مقایسه کردی این دو نفر با هم دیگه ترساندی و به همین خاطر باعث شد که مسعود خراب کنه واقعا همینطور است چون من به شدت در این لحظه عذاب وجدان گرفتم و پیش از اینکه بخوایم بریم طرف اشتراک کننده بعدی گفتم بیام اول از تو حلالیت بطلبم. نه خیر خانم پروانی اصلا این موضوع نیست. موضوع این کس که موسیقی زنده است و اجرای زنده است و همچنان استرس خودم یا میشم گفت همون ترسی که در وجود خودم بود از این اجرا که آیا شعر یادم برای نره که متاسفانه همون شعر یادم رفت و در هر صورت اگر کوچکترین چی میگن ما دای خراب کردن اجراش ما استی معذرت میخوایم و امیدوارم این باعث میشه که هیچ وقت دیگه برای کدام از بچه‌ها چیزی نگویم مقایسه نکنیم. نه این موضوع اصلا نبود، موضوع استرس خودم بود که شعری متاسفانه یادم رفت. ولی صدایت عالی است. سلامت باشین. نواهنگ فقط یک شروع پایان نیست. اشتراک کننده های ما برای استیج نواهنگ به صورت زنده اجرا می کنند و همین مسئله باعث می شود که هر اتفاقی رخ بده. گاهی ممکن است شعر از یادشان بروه، گاهی ممکن است گلونشان بگیره و در اون لحظه نتونن آواز بخونن، گاهی ممکن است مشکل موسیقی پیدا شود و خلاصه اتفاقات مختلف که دست به دست هم میتن و ممکن است که یک اجرا خراب شود و هیچ مشکل هم نداره که جناب شاه رسول او گردن نادیه پروانی مندازن. نفهمیدم. مسعود رسولی که خراب کرد گفتین گناه خانم پروانی بود آقای شاه رسول. ببینین اگر هر کدام ما که شما رو نمیگم که دیگه فقط مثال میتونم او گفتم کیبورد نواز کیبورد مینوازه. بله. اگر بیا پشت طبله بشینه که دیگه نمیتونه. فقط که دیگه وظیفه‌ش همین است که آوازخوانت که دیگه بعدش بگیره و کوردار و مقبول هم گپو طبله نواز ما همچنان. اگر ما هر کدام ما در وظیفه ما فهمیم فقط وظیفه ما این است که یک جوانه که میاد روی استیج او را دیگه از اون نام میبریم تشویق میکنیم. بله. باید تشویق بکنیم و انرژی مثبت بدیم. مگم شما دیگه کم استرس شده شما که دیگه اون خودم فهمید. هیچ مشکل نداره. خب شد شما ایگه پزدین و ما اون لحظه متوجه نبودم. همیال اگر در روی آنتن زنده پیش روی میلیون ها نفر از مسعود رسولی من معذرت خواهی میخوایم اگر کوچکترین دلیلی باشم برای از اینکه اجرایش خراب شده باشه و حالا هم میرویم طرف اجرای بعدی ما و شرکت کننده ششم ما که آقای شفق سروری هستند. با افتخارشان شفق سروری لطفاً برای استیج نواهنگ تشریف بیاورین. بلب حرف و بدل فریاد دارم لیلی روخ تر خاطر ناشاد دارم لیلی. آقای سروری صدا شما خیلی زیباه، مقبوله. از نظر من حال خوب
از 2 گرفتین، از ری بگیرین یک کج برین بالاتر بهتره. کج بالاتر فکر کنم بهتر میشه. ولی یک برنامه خوب است دیگه، خیلی برای هنرمندان جوان و کسایی که اینجا هستن از کشور افغانستان، مهاجرینی که اینجا حضور دارن، خوب است دیگه، استعدادهای جدید کشف میشه و در کل خوب است. یعنی میتونه برای کسایی که میخواین با پا و عرصه موسیقی بانن کمک بله کنن؟ بله خیلی. لب حرف و بدل فریاد دارم لیلی، روخ تر خاطر ناشاد دارم لیلی، خم ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی. گل رویت بهارستان عاشق، شمی میگی سوانه جان عاشق، گل رویت بهارستان عاشق، شمی میگی سوانه جان عاشق، سخنهای خوش نوش آفرینه، غزلهای سری دیوانه عاشق، بلب حرف و بدل فریاد دارم لیلی، روخ تر خاطر ناشاد دارم لیلی، غم ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم لیلی. سرت گیر آمدم دختر چی خواهی، شدم عاشق از این بهتر چی خواهی، تمام هستیم یک شهر دل بود که بخشیدم تو را دیگر چی خواهی، بلب حرف و بدل فریاد دارم لیلی، روخ تر خاطر ناشاد دارم لیلی، غم ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جای سینه درد آباد دارم
لیلی بجای سینه درد آباد دارم لیلی شفیق عزیز نام خدا بسیار دیگه آهنگ خوب انتخاب کرده بود، یک کم ساده بود دیگه و یکم دیگه یه آهنگ زیاد جای داره. ما گفتیم دیگه حتما خودت در یه آهنگ یکم چیزایی میاری که دیگه برای ما مزه بده و ما دیگه ما کیف کنیم و دیگه نمرات بالا بتیم برای تو. و در پولی ازی که این نبود دیگه چند جای 1 2 3 4 یک دیگه یک لایه که دیگه از لای موندن که دیگه ما حوصله کردیم 2 3 بازی بیخی دیگه اینجا چیزی هست که هر کسی که میایه باید از هر لحاظ از خواندن از همه چیز زحمت زیاد کشیده باشه به خاطر که اینجا که دیگه خدا نخواسته تو اشتباه نشه بشیش. اگر اشتباه میشه دیگه باز دیگه او دیگه نمیتونه برای جامعه که دیگه ما رو تقدیم بکنیم. همونطور هست؟ دقیقا. دیگه به او خاطر که ما برای سرخ دادیم که دیگه انشالله که یعنی که میگه پاره که دیگه مراد کنی بخیر بازم بیده میستیش که ما دیگه اگه ما باشیم دیگه داورای عزیز ما باشه که دیگه بتونه که نمرات خوب برای تو بده. به سلامتی. بسیار نارام بودی، بسیار نارام بودی. همین احساساتی که طرف فرا گرفتگی بود من فکر کردم که این به تاثیر نماند، به هنرت به تاثیر نماند، به صدات هم به تاثیر نماند. شاید پشتی پرده تو خوبتر میخواندی، جای دیگر خوبتر هنری خودت به نمایش میگذاشتی، اما نمیدونم اینجا بسیار در حالتی ناگوار قرار داشتی، بسیار در حالتی ناگوار قرار داشتی و ناجوری ها در سرود مخصوصا در اوجای سرود زیاد نمودار میشد، پدیدار میگشت. اینه باشه. شفق سروری عزیز گفتین از بدخشان این؟ کاش یک از او ملک زیبای بدخشان یک آهنگ فولکلور انتخاب میکردی که رنگ دیگری به در برنامه در برنامه می آمد. آهنگای به قول قاسمی صاحب ساده و دمی دستی انتخاب کردن گاهی نمیگم که کمپوز بدی، آهنگ بدیه، نه، در حد چالش نیست در این مقوله. از او کمپوزایی که در بدخشان خوانده میشه بین مردم عادی میگشت، یک چیزی ناب پیدا میکردی، اجرا میکردی، هم ما رو کیف میکرد، هم یک به سبب نزدیکی بدخشان با تاجیکستان برای استادم شاید یک تازگی می داشت. دیگه در کل چون دو داور عزیز دیگه سرخ داده بودن، من از دادن چراغ سرخ پرهیز کردم که حداقل تشویق شود در آینده روی مسئله کار بکنی. زنده باشی و خوب باشی. اجرا که در کل خوب بود، نه چنان خوب، نه چنان بد بود، نه خوب بود، یعنی 50-50 بود. من خوب نفهمیدم، یعنی خوب بود یا بد بود؟ راضی بودی؟ یعنی از اجرایت راضی بودی؟ 70%. داورا چی گفتن بر خودت؟ داورا هم که دیگه نظریه خودشان گفتن، دانستم که یک رای مثبت دریافت. 3 تا رای کلگیش مثبت بود بر خودت؟ یک دانش فقط مثبت بود، 2 تاش منفی. 2 تا منفی بود. شش اشتراک کننده ما اجراهای خودشان داشتن و اجراهای جنجالی هم داشتیم و بدون هیچ گونه وقفه حالا می رویم به طرف اجرای آخر امشب که توسط آقای منصور موسوی برای ما اجرا می شود. با افتخارشان.
مرا ببخش که تنها تو را رها کردم. مرا ببخش تو را با گریه آشنا کردم. مرا ببخش که تنها تو را رها کردم. مرا ببخش تو را با گریه آشنا کردم. تو چون سپردی دلت را با من عزیز من، دلی که دادی با من رفت از زیر پا کردم. تو چون سپردی دلت را با من عزیز من، دلی که دادی با من رفت از زیر پا کردم. مرا ببخش، 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 مرا ببخش. قاسمی صاحب چراغ اول زدی خلال خودت جا شروع کن دیگه. دیگه یک پرسه که ثقیل که انتخاب کرده بود دیگه هایی کش که دیگه پشت برآمده میتونست که دیگه ما هم خوش میشدیم. جواب بسیار زیاد داشت. دیگه خودشم میفهم خودشم راضی نبوده شروع که من یه آنگه بخوانم بخاطر گفت یک بسیار موسیقی و چیزی که ما میخوایم نیست. و دیگه رقم موسیقی باشه هر کس خوانده میتونه موسیقی بسته خوش آدم میه. خب بازم دیگه تو زحمت نکشیدی تو نیست که بگم که دیگه زحمت نکشیدی یکی دیگه باز که دیگه هوای ما را جمع نکرد و خودت فهمیدی که در کجا که دیگه در نوتا باید آوازت میرسید نرسید دیگه باز که دیگه ما میخواستم سر گفتم بسیار گفتم مرا ببخش باز ما در اول آبی دادم برد ما بخشیده بدم. مستور کن شما قرد در ابتدا خب یک مقدار درگیر ارکستر بودی منصور عزیز تمام حواس دو طرف بود. ما قبل از اجرام برای شما گفتم شما هوشت به اجرای خودت باشه سعی کن
اون چیزی که نیاز هست او را رعایت بکنی. اگر خطا از نوازندگی باشه ما میفهمیم، خود نوازنده ها میفهمن. بله. نهایتا این میشه که ارکستر توقف میدیم، از نو شروع میشه. نهایتش این میشه شما تمام حواست به اجرایت باشه. خب بعد خب کمی حواست که به طرف مخاطبین شد، باز از کوک بالا رفتی. تا آخر که بخی از سور و این آلابایی که میدادی کلا ناکوک احساس میشد. ولی اون ذات صدای شما یک خیلی زیباست. اگر تمرین باشه، اگر مداومت داشته باشه برای خواندن‌های مختلف، بله، قطعا موفق خواهی بود. سلامت باشین. زنده باشی. شب شما. سلام. استاد مانده. سیموی ظاهری علاقه هنرمندی است. کمی باید تلاش کرد. کمی باید تلاش کرد، شب‌های بیخوابی کشید و خدا خواهد و به قله ها و اون قدیل به آرزوهای دلت خواهی رسید. زنده باشی. سلامت موفق باشی. با اجازه. زنده باشی و اجرا که والا به دل خودم خانه بود. به دل خودت نبود؟ به دل داورا بود؟ به دل داورا یک رأی منفی گرفتم، 2 رأی مثبت. حالا دیگه 2 رأی مثبت و 1 رأی سرخ گرفتی. چقدر آمادگی گرفته بودی برای اجرای امشب؟ والا آمادگی خب خیلی کم گرفته بودیم. در دقیقه 90 هم اصلا ساز موسیقی کلا عوض شد. اون چیزی که ما آهنگ اصلی را قبلا هماهنگ نبودین؟ نه هماهنگ نبودیم. چرا آهنگ تغییر کرد؟ آهنگ به دلایلی که داشت تغییر کرد و کلا اون سازایی که در او آهنگ استفاده شده بود، در او گام و در او پرستیژ آهنگ کلا عوض شد و آهنگ دیگه اجرا کردی؟ اصلا روی ملودی و آهنگ تاثیر گذاشت. همون آهنگ اجرا کردم به یک نوحه دیگه که حتی به گوش خودم هم ناآشنا بود. و اما بالاخره رسیدیم به پایان برنامه و لحظه بسیار پر التهاب. 7 اجرای شرکت کننده های ما را دیدیم و شنیدیم و قطعاً داورهای ما یادداشت‌هایی برای خودشان دارند که با توجه به همو یادداشت‌ها مشورت‌هایشان را انجام دادن و 2 نفر انتخاب کردند که مستقیما روانه مرحله 18 بهترین بکنن. خب داورهای عزیز، پیش از اینکه برویم به طرف از اینکه نظرتان اعلان کنیم، آیا گپی گفتنی توضیح چیزی هست که بگوین یا خیر؟ گپی خب خاصی نیست. ما فقط تلاش میکنیم که به روند برنامه نواهنگ کمک بکنیم. بله. کیفیت اجراها رو در نظر میگیریم و همین که تنوع سبکی هم در اونجا باشه. دیگه هیچ چیز در نظر ما نیست. خدای نکرده اگر کسی انتخاب نشد، ما با هیچ کس دشمنی نداریم. همه اینها، این عزیزان دوستای ما هستن. بله. رفقای ما هستن. در پشت صحنه با همراهشان دوست هستیم. بله، من بارها و بارها در پشت صحنه از هر 3 داور ما شنیدم که میگن ما واقعا و قلبا دوست داریم که همگی اینا را مستقیم روانه کنیم به مراحل بعد، اما چی کنیم که شرایط مسابقه قسمی است که ما اجازه نداریم که این کار انجام بدیم. و اما عزیزان جان، برویم به طرف اعلام نتایج امشب و ببینیم که این 7 شرکت کننده ما کدام 2 نفرشان امشب موفق میشوند که مستقیم وارد مرحله 18 بهترین شوند. با افتخارشان و از شرکت کننده ها دعوت میکنیم که بر روی استیج نواهنگ تشریف بیاورند. روزی وصلی عاشق بیچاره دور افتاده،
آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن نگاهی یا مولا 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 آمدم به در بارت یک نگاهی یا مولا 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 که به تو میگویم خدا 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 روخ تر خاطر ناشاد دارم لیلی مرا ببر مرا ببر مرا ببر مرا ببر نثار احمد دلاهنگ، گویا حبیبی، مسعود رسولی، فواد عظیمی، شفق سروری، منصور موسوی و در آخر نصیر نصرت. 7 شرکت کننده که امشب با هم به رقابت پرداختند و در این لحظه باید ببینیم که تصمیم داورها از چی قرار است و کدام 2 نفرشان هم مستقیم امشب به مرحله 18 بهترین روانه کردند و دیگرها باید چشم انتظار رأی مردم باشند. خب داورهای عزیز، من یک سوال دارم از این 7 نفر و او همی است که هر رأی و تصمیمی که داورهای ما داشته باشند آیا میپذیرین یا خیر؟ این سوال به این خاطر پرسان کردم به خاطر از اینکه نمیخوایم اگر جزو انتخاب داورها امشب نبودین از اونا جگرخون نشین، پس ناراحت نمیشوین. خب از اتاق فرمان میخوایم که ما را همراهی بکنن و در این لحظه نام اولین کسی که راه پیدا کرده به مرحله بعد را بر ما نشان بتن. همگی ما با هم باید بشماریم، 5 شماره میشماریم و بعد از او نام را میبینیم. اتاق فرمان بریم که ببینیم. میشماریم با هم دیگر. 5 4 3 2 1 و ببینیم کدام شرکت کننده. نصیر نصرت. باش نصیر نصرت اولین اشتراک کننده ما هست که تانست مستقیم وارد مرحله 18 بهترین شود و ناگفته نمانه که در بخش امتیازدهی میبخشین داورهای عزیز. من نوتای شما را سیل کردم. تنها کسی بودی که 10 امتیاز گرفته بودی از 3 نفر شد. ببخشین دیگه. و حالا هم می رویم به طرف ای که ببینیم نفر دوم از بین شما 6 نفر چی کسی خواهد بود. خب قلبایتان به شدت می تپه اما با هم میشماریم. 5 4 3 2 1 و نامی که با هم می بینیم کدام ستاره هست؟ نثار احمد دلاهنگ. نثار احمد دلاهنگ، تبریک میگم برات، انشالله که موفق باشید در تمام مراحل نواهنگ. و حال هم لحظه میرسه که شما باید از مردم درخواست کنین که شما را براتون رای بتن تا اینکه بتوانین در مرحله بعد یعنی 18 بهترین حضور پیدا کنین. دوستان میخوایم که مایک لطفاً بر ما بتین که ما بتون به اشتراک کننده ها شما کد رای دهی تان بگوین و هر قسم که دوست دارین می توانین از مردم درخواست کنین برای رای دهی. از کوچکترین شروع میکنیم یعنی پویا جان. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزا. کد رای دهی بنده 84 46 112. بله. و آقای رسولی؟ قربان محبت شما، سلامت باشه. بنده مسعود رسولی هستم و انتظار حمایت از مردم خوب ما داریم که حتما حمایت کنن. کد رای دهی ما هست 46 113.
انشالله که بگیریمتان. سلام عرض ادب دارم. کد رایدی بندم 46 114. 46 114. موفق باشید. و اما شفق سروری، به دلیل از اینکه تو 2 چراغ قرمز را گرفتی متاسفانه نمیتوانی که در بخش رای مردمی حضور پیدا کنی، چرا که قانون مسابقه همی است که هر کسی که 2 یا 3 چراغ سرخ بگیره متاسفانه نمیتونه به رای مردمی بره. لطفاً مایک بتین به بغل دستی خودتان. عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و هر کسی که از هر جای دنیا ما را تماشا میکنن. اگر دوست دارین که باز صدای ما را بشنوین از برنامه نواهنگ، پس لطفاً به من رای ارسال کنین. کد رای گیری ما 46 116 است. و بیننده های جان هستان میخوایم که حتما در بخش رای گیری سهم بگیریم، چرا که تمام این اشتراک کننده ها چشم انتظار رای شما هستن. به افتخار همگیشان میتونین صحنه رو ترک کنین، اما 2 نفری که رای داورها را گرفتن همچنان برای استیج باقی باشند. خب با معلوم شدن نتیجه داورها برنامه هم کم کم به پایان خودش میرسه، اما پیش از خداحافظی کدام گفتنی مانده یا خیر؟ گفتنی ما قدر است که اردو عزیز ما خود دیگه اول دوم شده، اول اردو عزیز را که دیگه سرش میخوانیم که دیگه از جام یکیش باید صحنه ترک کنه. یکیش بانه. بله، در ادامه بعد یکیش بانه. قبول داریم؟ قبول داریم؟ هرچی که شما. در مرحله رقابت 18 بهترین موضوع وقت میبینیم که چه قسم با هم رقابت میکنین و بیننده های نازنین باز هم رسیدیم به پایان یکی دیگر از قسمت های جذاب مسابقه نواهنگ. قسمت دوم رقابت اصلی در مرحله 42 بهترین تقدیمتان شد و فراموش نکنین که حتما در بخش رای مردمی اشتراک کنین. و عزیزان جان، پیش از خداحافظی ایرا میگویم براتان که امشب جناب قاسمی همراه با 2 اشتراک کننده ما یک اجرای زنده بر ما خواهد داشت و در این لحظه من از حضور همگیتان خداحافظی میکنم. وقت خوش براتان میخواهیم. در امان خدا باشید. شنو بگوش دل که بازو میگویم خدا خدا هردم، خدا خدا هردم. شدم از یاد این تو فراموش، تو راهی بین شد بین ما آغوش، تو راهی بین شد بین ما آغوش. تو بودی زیبا بود تمام دنیایم، تو بودی دنیا بود همیشه همرایم، تو بودی دنیا بود همیشه همرایم. با اجازه هم عزیزا دوا صاحبا، چشمت به چشمم دوختی، سر تا با پایم سوختی، دیشب به خواب نازنین بر زیر لب چی گفتی؟ چشمت به چشمم دوختی،
سر تا با پایم سوختی دیشب به خواب نازنی بر زیر لب چه گفتی در اولی نگاه تو ای نازنین دل باختم ای کاش نمیدیدم تو را خود را به دامن انداختم در اولی نگاه تو ای نازنین دل باختم ای کاش نمیدیدم تو را خود را به دامن انداختم در اولی نگاه آهنگ برایت ساختم عمری به پایت باختم در داد و بیداد زمان سوختم ولی کن ساختم آهنگ برایت ساختم عمری به پایت باختم در داد و بیداد زمان سوختم ولی کن ساختم در اولین نگاه تو ای نازنین دل باختم ای کاش نمیدیدم تو را خود را به دام انداختم در اولین نگاه تو هر وقت که می دیدم تو را لرزد مرا سر تا آنچه که در دل داشتم جرأتی گفتن نیست مرا هر وقت که می دیدم تو را لرزد مرا سر تا در دل داشتم جرأتی گفتن نیست مرا